رسول از ابی عبیده ابن جراح روایت بود است که حضرت فرمودند ما من صلوات صلاة افضل من صلاة الفجر یوم الجمعة فی الجماعة و ما احسب من شهدها منکم یا من شهودها منکم الا مغفورا له. ابو عبیده ابن جراح روایت کرده است که پیغمبر خدا گفته یگان نماز در هفته بزرگتر از نماز بامداد صبح جمعه نیست که آدما رفته در مسجد خوانند و ندیدم شاهدیش این که این انسان ها در مهر جنت میزنند. یعنی که نماز بامداد روز جمعه در مسجد دلالت از اون میکرده که آدما جنتی میشدیان، مهر میزدیان که این جنت میروه. معلوم بوده که جمعه را نمازاش فضیلت داشته، 5 وقتش با جماعت خونی نور علی نور. الحمدلله این سری اکنون مهر جنت زده میشوه. همتون کوشش کنید همه جا خونی نمازاتون. من روایت امام طبرانی بوده است، حسن بصری روایت حدیث بوده است که حضرت گفتند ما اذنب عبد ذنبا ثم توضأ فاحسن الوضوء. بنده گناه میکنه میره طهارت خوب میگیره، بعد از اون میبیایه یک برچکی زمین ده فصلی به رکعتین، 2 رکعت نماز میخوانه، بعد برای این گناهش میگه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یک روایت 70 بار پروردگار تمام گناهاشو میبخشه. یکی همون گناهی کردگی همون روزش نه همشه. ابو لبابه صحابه رسول اکرم بود، یک سیری جنگ فروخت. وقتی که ایتابش کردن هیچ کس خطیش گپ نزد، خیانتکاری گفتن. دیگه آمد پیش رسول اکرم گفت چیزی که خدا حکم براره من همون راضیم. حضرت گفت که وقتی به خدا حواله دادی اکنون منتظر وحی باش، چیزی که در حقت بیاید. بعد از اون یک بند گرفت تو مسجد نبوی آمد، در ستون مسجد خوش بحثی صحابه گفت تا اگر حکم خدا در حق ابو لبابه نبیایه هیچ کس ابو لبابه رو هوی نکنه اینجا. آب شم نتیه، نان شم نتیه. امروز برای ابو لبابه زمین تنگه، برای که سیری جنگ نافهمیده دانش برام فروخت امانت ده. میگه وقتی نشستگی بود دیگه عرقای بدنم خشک شد، هیچی نموند بدنش ده. ناگهان صحابه میگه ما زیغ ششتگی بدیم که یک پیک وحی به پشت مسجد به پیش خانه ها میدوید ای مردم پیغمبر در وحی نازل شده، ای مردم پیغمبر در وحی نازل شده. در این وحی پروردگار ابو لبابه را همه گناهش بخشیده. همه میگه میدویدیم در این مسجد نبوی. ابو لبابه دیگه گرسنگی تشنگی لباش کفیدگی میگه دیگه لرزش گرفتگی جمیده نمیتونه. در آمدیم گفتیم ابو لبابه خوشحالی بود، خوشا به حالت که خدا حکم تخوان که تو تازه آدم بودی. بعد گفت هویت کنیم، گفت نه هوی نمیکنه، پیغمبر گوی بیای خودش منو هوی کنه. رسول اکرم آمد با دستای مبارکش ابو لبابه رو هوی کرد، خیزان راست. گو ابو لبابه نه آن که او گناه خدا بخشید، اکنون از مادر نو به دنیا آمدی. خدای از که یک گناه رو نمی بخشه، او گناه عمر می بخشه با یک استغفرالله. برای همین ابو لبابه را راست کرد. نگه اگر ما بادای رفت ستم 145 زیارت کنه ستم ابو لبابه مسجد نبوی ده همون دخشه بسته بود. نه اینکه گفت همین گناه حاضرت تو گناه نداری ابو لبابه همش خطی عوف کشید خدا تمام. این شبای رمضان شبایی بود که گناه های 10 ساله ما را خدا سوزان، گناه های 20 ساله ما را سوزان. او خدا کرم داره، او یک گناه حاضره را نمی سوزانه می روزه را. رواه ابو داود و ابن ماجه و ابن خزیمه فی صحیحه. انا من اماما روایت کردن این حدیثه. و قد روی عن جماعت باسانید اصحها و احسنها هذا. با دیگر علما و دیگر محدثا با از این روایت بقوتر آوردن که امام طبرانی گفته هر وقتا که همین کار کردی بعد التحیات یگان صلوات علی نخوانده گو اللهم انی اسألک توفیق اهل الهدى و اعمال اهل الیقین و مناصحت اهل التوبه و عزم اهل الصبر و جد اهل الخشیه
وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحيق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النار. این دعا را کن، از تو یگان گناه نمیمانه مثل از مادر به دنیا آمدی. در یک روایت دیگر آمده است که بعد انامین التحیات این خان و صلوات را خان، شفاعت من حلال کردی عمکی، شفاعت من دستیاب کردی، شفاعت من میرسه تکه. اینه میگم برادرها، دعای نماز تسبیح اقلا هر انسانی همین نباشد یک سال یک بار خونه، هیچ گناهش نمیمونده. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يرفعان الى الله عز وجل ما حفظا من لیل او نهار. پیغمبر فرمودند دو حالت اگر شما حفظ کنه خدا آبروی شما را میبرداره. گفتن چیست؟ گفتن اولی سحر که بامداد است، آخی اولی شب که خفتن است. شما دو حالت اگر خدا را یاد کنه و ذکر کنه و تسبیح گوه و دعا کنه، خدا ملائکه ها را راهی میکرده است، میگفت است که ای ملائکه چیه اونها چیکار کرده استیان؟ میگن پروردگار را اولی سحر قطعی اولی شب به خیر یاد کرده استیان، تو را یاد میکنم. اشهدکم، شما هم شاهد باشه ملائکه ها، انی قد غفرت لعبد ما بین طرفی صحیفتی، من از اول صبح تا اول شام، از اول شام تا صبح دیگر چه گناهی که میکنه همش عفو کردم. بعد نمازهای خفتن شیشته تسبیح گوه، آیت الکرسی را خونه، چارخلا را خونیم، هممون دعا کنیم تا نماز بامداد تمام خطاگی را خدا عفو میکرده است. از بامداد کسی میکرده تا شام خطاگی را خدا عفو میکرده. اینا عفو الهی هست. وان ابی بکر رضی الله عنه، از حضرت ابوبکر روایت بود است که تک سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر شنیدم که گفتن ما من رجل یذنب ذنبا، هر مرد گناه میکنه بعد از اون میخیزه طهارت میکنه، ثم یصلی، دو رکعت نماز میخونه، بعد از از خدا استغفار طلب میکنه، خدایا شرمنده‌ام، خدا که خطاگیش پاک میکنم که شاهد نداره قیامت دیگر هیچ که نمیمونه، تازش میکنم که خطاگیش. بعد هر خطاگی کسی طهارت میکنه، دو رکعت نماز میخونده، خدا خطاگیش میبخشیده. برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که گناه کرده تی صدقه خطاگی را آتش میزنه. بعد از اون میگه حضرت امی آیه را خواندن که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله، سوره آل عمران. او کسایی که کاری فحشا و افلاس میکنن، در جاناشون ظلم میکنن، خدا را تیز به طهارت یاد کنن که گناهشون عفو شود. الحمدلله که پیغمبر آمد ما در نماز تعلیم داد. این نماز گناه های ما رو میشوه، این نماز بدن ما رو پاک میکنه، این نماز ما را بنده شایسته خدا میکنه. این سر را که میگیری برابر دی بجلک پا میکنی، این سری بلند میگیریم برابر دی پنجه پا میکنیم، این سری بلند میگیریم برابر دی بجلکا میکنیم، در پیش او تواضع خاکساری میکنیم. رسول اکرم گو یگان حالت نیست که بنده مثل سجده به خدا نزدیک باشه، یگان حالت نیست. حتی پرده ها برداشته میشوند، چی دعایی که کنن قبول ای. هزار بار شکر به این رسول اکرم که ما را اهل نماز کرد، ما نماز خوان شدیم، ما نماز یاد گرفتیم، ما به این نماز گناه هامون علاو میزنیم، ما به این نماز آخرت من آباد میکنیم، ما به این نماز جهنم میترسانیم، ما به این نماز مشکلات ما به خدا میگیم.
چگونه ای که شریعت این یک منحل گفتن اصلا در کتابای اصول نهر یا کانال میگن. نهر یا کانال، پیغمبر آمدن کانال کندن برای ما و شما دادن. آب او کانال حکم خدا ہے. هر کسی که از این کانال نوشید و باغداری کرد و زراعتداری کرد خیلی زراعتاش آب خورد و حاصل داد. شما اگر دیدگی باشه در هر جایی که آب نزدیکه حاصل خوبه، در هر جایی که آب نیست حاصل هم نیست. آدمی به شریعت این همون زراعت به حاصله. معنی شریعت چی بوده؟ منحل، آبیاری. برای هر یک ما آب در کاره یا نه؟ در زراعت های ما آب در کاره یا نه؟ در باغای ما آب در کاره یا نه؟ خداوند در سوره فتح امت پیغمبر زراعت سرحاصل میگه. مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کزرع میگه، مثل زراعت هم میگه. داستان اینها در تورات آمدگی های، داستان اینها در انجیل آمدگی های. اینا رنگ زراعت سرحاصل هم. الله اکبر. اگر زراعت های سرحاصل بینید چه خیلی سیاه و کبود شده میخیزن و در اطراف اونها میگه با دو زراعت دیگر هسته که و حاصل ندارن. اونا میبینن این امت میگه حاصل چه، حیران میشه که نیروی اینا کجا های، قوت اینا کجا های. نیروی ما، قوت ما، پنجزنی ما، بزرگی ما در اطاعت شریعت پیغمبر های. همین قدر ما شریعت دار شویم همون قدر دنیا برای ما کشاد می شود. همین قدر ما به شریعت شویم همین قدر دنیا برای ما تنگ می شود. این از یاد نبروره. بزرگی آدم ها در شریعت شونه. کسی دینش فروشه، کسی شریعتش خار کنه، کسی کتابش خار کنه، کسی پیغمبرش خار کنه و هیچی نمیشه قسم بخدا. برای همین کزرع اینا میگن زراعت هم. شریعت این آب زراعت هم. همین قدر بینین که آدمایی که در آب نزدیکن چقدر حولیاشون خوشروه. شریعت نزدیک شدن در کاره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپرسن، به حضرت در جواب میگن که حیات لکما دلیل و برهان و شریعت. زندگی من هم حجت تونه، هم دلیل تونه، هم شریعت تونه. همین شریعت زندگی رسول اکرم بوده. میگن گو شریعت آدم میزنه. همین زندگی رسول اکرم نکنی خور و ذلیل میشی. و موتی گفتم مردنی من شما مردنی آزاد نگویه که من مردگیم. شما گمان نکنید مرگی من مرگی ساده نگیره. گفتم مرگی من همینه که هر یکی شما را اعمالاتان من آورده میگم. این حدیث صحیحه. شما گمان نکنید که من مرگی ساده دارم. هر یکی شما را هر بگه جمعه ملائکه وظیفه داره که صلوات و اعمال شما را مده میرسونه. این همینه دلیل شرع. انا این ساعت ها اگر خبر برم پیغمبر تکبیر الله اکبر برای همین صلوات رسول اکرم چیزی بزرگه یوخی. و ابن عباس رضی الله عنهما از عبدالله ابن عباس روایت بود است که خدا از این پسر عمه که رسول اکرم راضی شد و گفت قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا فرمودن لعباسین، برای پدرم پیغمبر فرمودن یا عباسو یا اماهو الا اعطیک، ای عباس ای عمکی آگاه باش، من ترا یک چیز خوب میگم، گویم تا یک کاری بزرگ گویم تا که او را دوست داری، یک کاری گاو زنم تا که بهترین خصلت باشه، یک کاری گاو زنم تا که خدا اول و آخر گناه ها تا گذره، گناه های پیشتره و ناپیدا تا گذره، گناه های خطا تا و قصدی تا گذره، گناه های خرد و گناه های بزرگ تا گذره، گناه های پنهان تا و گناه های آشکار تا گذره. همین ده خبرت کنم عباس امکی یا نه؟ بلا یا رسول الله، بله گفت ای فرستاده خدا. گفت زن چیه او؟
و ان تصلی 4 رکعات، 4 رکعت نماز نیت کن. تقرأ فی کل رکعت بفاتحة الکتاب و سورة، در هر یک رکعتش الحمد با ضم سوره خوان. فاذا فرغت من القراءة فی اول رکعت، هر وقت قرائت در اولین رکعت اگر تو تمام کردی گو که راستا ایستادگی سبحان الله والحمد لله والله اکبر 15 مرة، 15 بار همین کلمه را گو. بعد از آن رکوع کن همین گو. بعد از اون ای رکوع که میخیزی 10 بار همین کلمه را گو. بعد از اون سر تمه برداری ای رکوع 10 باری دیگر گو. در رکوع 10 تا، سر تمه برداری 10 تا و 15 تا قطعی مجموعاً 35 تا. بعد از اون سجده میری، وقتی که سر تا خم میکنی 10 بار در سجده گو. بعد سبحان ربی الاعلی سر تا بردار ای سجده، با 10 باری دیگر گو. با دوباره سجده کن، با 10 باری دیگر گو. بعد از او سر تا بردار ای سجده 10 بار گو. مجموعاً 75 بار میشود در هر یک رکعت. هر یک رکعت در انامین 4 رکعت انامی عمل دوام ته. این استطاعت ان تصلیها فی کل یوم مرة فافعل. اگر یک هفته ده، اگر هر روز میتونی همین نماز یک بار خوان. فإن لم تستطع، اگر قادر نیستی هر روز گو اقلا هر جمعه خوان. اگر ایدم قادر نیستی گو یک ماده یک بار خوان. فإن لم تفعل، اگر یک ماده هم نمیتونی 1 سال ده خوان. اگر همین هم نمیتونی گو در عمر یک بار خوان، یگان گناهی تو نمیمونه. ایره نماز تسبیح میگم. اگر همین نگو کوشش هم کنی در عمر یک بار خوان. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی اصحاب الاجمعین آمین یا رب العالمین. صفاتان راست گیرید، تلفناتان خاموش کنین، آماده به نماز.